السلام علیکم بابای حاجی میرزا. من یک زن گناهگار از شهر کولاب می باشم. اولا از خداوند عزوجل این را آرزو امید دارم که گناه های همه ما زنهای بدرفتار و بدگفتار را در روز محشر خدا عفو گرداند و به ما راه راست را هدایت کننده باشد. مادامی که من قلم گرفته در این کاغذ سفید از کارهای بد خود، رفتارهای بد خود می نویسم، از بدبختیم قلم از دستم افتیده و به من یاری نمی رساند. من یک زن بدبخت، یک زنی که در وسواس شیطان لعین لغزیدم و در دوام شوهرم در شهر روسیه بودنش به واسطه تلفن با یک مرد شناس شدم. سخنرانی ما چند وقت دوام کرد و بعد یک روز همان مرد مرا برای واخوردن دعوت کرد. من گردن شیطان را ناشکسته و برای رازگی آن به نزدش رفتم. ما با هم دیگر شناس شدیم. از بین چند مدت گذشت و من با رازگی هر دویمان با یکدیگر ازدواج کردیم. بعد چند وقت شوهرم از روسیه برگشت و من باز به شوهر خود زندگی ام را دوام داده ایستادم. شوهرم از این کارهایم درکی ندارد. من باشم شوهرم را دوست می‌دارم. نمی‌خواهم که زندگی امان ویران شود. من صاحب 2 فرزند هستم. از شما خواهش و التماس دارم با من مصلحت بدهید که زندگی ام ویران شود. و این را گفتنیم که نکاح ما بریده است یا نه، حلال است یا حرام. من از شوهرم یگان شکایتی ندارم. التماس دارم که به من مصلحت بدهید که زندگیم ویران نشود. من 5 وقت نمازم را خوانده ایستادم. از این کارهای بدم به نهایت پشیمان هستم. نمیخواهم فرزندانم از پدرشان جدا شوند. التماس حاجی اکا در حق من دعای نیک کنید. و این انسان‌هایی که اینقدر خدا شما را بی رحم و بی انصاف کرده است که مردک بیچاره تیپرکلاس، جگردرد، روده‌درد، اعضای آبادش نمانده است در روسیه کار میکند، مهنت میکند. تو زنی وقتی در اینجا عشرت میکنی. همین ایمانداری است. به نام خدا قسم به عزتش حبیب خدا گفتن من زنا او شرب الخمر نزع الراغ من الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسی. قسم به پروردگار اگر تو ای نوجوان مرد، ای ناپاک و پلید، تو ویروسی، تو یک میکروبی بدترین در بین این مردم مسلمانی، وقتی تو قدم به سوی خانه همون زن زدی، از غایبی شوهر همون استفاده بردی، یک قدم کندی خدا جان تا گرفت، به نام پروردگار تو به ایمان هستی. یک قدم زدن در تو ایمان نداری. چگونه حبیب خدا گفت القمیص من رأسی، چگونه لباس آدم بدر میکند بدنش به لباس بماند، همچنان قدم تو را به ایمان میکند. تو نمیترسی از به ایمانی. او به ایمانی بر این آخر به قدری و به شرفی وجود ندارد. کسی از خواجه جندی بپرسی که تو به یا سگ و از کس نترسی. خواجه جندی 400-500 شاگرد داشت. یک آدم برای سنجش او آمد. ای شیخ تو خوبی یا سگ؟ تو بهتری یا سگ بهتر است؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. مریدا خیستن گفتن او بدبختی این چی سوال است؟ این چی تحقیر است در حق استاد ما؟ پاره پارت میکنیم. به یک راه من کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر، نیستم آگاه از تقدیر. گر از اوباشی را ایمان برم من، توانم گفت کسد بهترم من. وگر ایمان نخواهم برد ز اوباش، چو موی بودم من در سگ کاش. ازت گفتن اگر من ایمان برم برادر عزیز، من از سگ بهترم، لیکن ایمان نبرم از یک موی سگ بهتر هستم. برادر عزیز تو اینقدر ایمان در یک عادی ترین کار، در یک لحظه که یک ساعت تو ایمان
میفروشی، 1000 سالها در پیش خدا میسوزی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من قعد على فراش مغیبت قیض الله له ثعبانا یوم القیامه. برادر عزیز، حدیث پیغمبر را گوش کن. من قعد على فراش مغیبت، یک برادر از غایب بودنش، از نبودنش، از غریبی بودنش، از خانش بیرون بودن استفاده بردی. حبیب خدا گفتن خانه را تینج یافتی، خانه را خیانت کردی، یا با طریق تلفن او را تو شیفته خودت کردی، فریفته کردی و رفتی این کار زشت و ناشایانه در حق این خواهر مسلمان انجام دادی. حبیب خدا گفت زود است که خدا جان تا میگیرد و زود است که تو پیش پروردگار بیایی و لیکن خداوند قیض الله له ثعبانا یوم القیامه. انمون مارهایی که حتی انسان در تلویزیون دیدن مار به حذر میکنه، میترسد. ببین وقتی مارهایمون تلویزیون در پیتانهایی را که نشان میدهند 400 کیلو 300 کیلو، وقتی آدم میبیند ترس او را فرا میگیرد. حبیب خدا گفت برای تو انسانی که این کار زشت و شنیع را در حق خواهر مسلمان، مادر مسلمان، علل خصوص زنهای شوهردار، دخترهای شوهردار انجام دادی، خداوند برای تو در قبر همچنان مارها را آماده میکند. خیلی جای تأسف، خیلی جای به خدا قسم رنجیدن وقتی گویم که شما برادر عزیز، هر کسی صدای مرا بشنود، وقتی گفتن دختر فلانی با فلان مرد یک جای شد، شما دختر فلانی را در ذهنتان نگذارانید، فقط دختر خودتان را در ذهنتان گذارانید. وقتی آوازه کدام زن شوهردار اگر دیار ما را فرا گرفت، تصور کن زن شماست. وای این شعاره که گوری و جدا و گوری من جدا، این شعار ما نیست. اذا رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. شما وقتی کاری ناشایان دیدین، حبیب خدا گفت کاری نادرست دیدین، با دستاتان من کنید، پیشگیری کنید. وقتی با دستهاتان نتوانستین، با زبانهاتان گویین، با زبانهاتان گفتن نتوانستین، با دلهاتان همون زن و همون مرد بد کردار و بد رفتار را بد ببینید، لیکن این نشانه ضعیفی ایمان شماست. وقتی با زبانتان نتوانین گفتن. الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حبيبي خدا گفتن لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. آیا انسانی که دست به زنا میزند آیا وی تصور میکند که وی مؤمن است؟ یک توجیهش همین است. دیگر معناش این است که آن کسی که دستی به زنا میزند و 5 وقت نماز را میخواند، روزه ماه مبارک میگیرد، نماز جمعه ادا میکند، معنای او را دارد که نور ایمان او باقی نمیماند. هر کسی که 5 وقت نماز را میخواند، الحمدلله من مسلمان میگم، مثل این خواهرایی که میگویند ما 5 وقت نماز ما را میخوانیم لیکن گردن شیطان شکسته نتوانستیم. وقتی که این کار وقتی که انسانی که انجام داد چی میشود برادر عزیز؟ معنا
معنای این دارد که ایمان او کامل نیست، معنای او مکمل نیست، ایمان او مکمل نیست. ولا یسرق سارق حین یسرق و هو مؤمن. حبیب خدا گفتند انسانی که اگر 5 وقت نمازش میخواند، روزه ماه مبارکش میدارد، نماز جمعه را ادا میکند، لیکن در برابر این دزد است، دزدی میکند، مال مردم را خیانت میکند، آیا وی مؤمن است؟ آیا وی ایمانش کامل است؟ معنایی را دارد که ایمان او نور ندارد. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حبیب خدا سه طایفه را گفتند، یکی زیناکار را بیان کردند، یکی دزدها را بیان کردند، یکی عرق نوشها را بیان کردند. که انسانی که هم 5 وقت نماز خوانه و جمعه خوانه و دعوای ایمان و اسلام داشته باشه و باز در برابر و عرق نوشی کند، معنای او را دارد که ایمان او نور ندارد، ایمان او کامل نیست. دادر عزیز، چگونه که من در احترام پدر و مادر از شما گشته و برگشته خواهش کردم، گشته و برگشته شما را تأکید کردم که جای عبادت است، جای فرمانبرداری است، جای سرخمی است، جای پاداش گرفتن است. حرمت پدر و مادر این چنین به گوش شما باز میرسانم، روز به روز، ساعت به ساعت امکانیت ها برای زنا کردن خیر و خیر مساعدت میکند، شرایط ها خوب میشود. روز به روز شاید نفرهایی که خواهش این دارند زیاد شدن میگیرند، لیکن دادر عزیز، شما وقتی که پیشنهاد به شما میشود یا وقتی که خواهش های شما در همین مسئله پیدا شد، کلمه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم استفاده برید. حبیب خدا یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حبیب خدا گفت ای جوانهایی که بزنید، ای جوانهایی که خواهش زنگیری دارید، شما در او زن گیرید. مراد اگر شما خواهید که امروز ببینید تلویزیون هزاریت نمود کانال ها دارد، بچه ها با او سیر نکردن، دخترها با او سیر نکردن، در تلفن هاشون حتی که همون رسم ها و گویم حتی در صورت ها قرطه ها ده، حتی که صورت های همین فحش و فاحشگی ها در دست. وقتی با اون نظر میکنند، وقتی که با اون نگاه میکنند، وجود اونها را تغییرات کلی پیدا میکنند. به این خاطر برادر عزیز و گرامی، شما در این مسئله خیلی با احتیاط باشید، به سوی خدا دعا کننده باشید، صبر کنید. حبیب خدا میگوید زن گیرین، از همه بهترش همین است که شما را از راه زنا منع میکند، زیرا اینکه اغض للبصر و احسن للفرج، زیرا زن معنایی را دارد که چشم تو دیگر، چشم تو گرسنه نیست، چشم تو دیگر به این زنهایی که خداشون خیر آرا و تارا دادن که برای شما را دیگرگون کردن، شما را ویران کردن، خداشون هر زیله میکنن، دیگر چشمای شما با آنها شکفته نمی شود، داده نمی شود و فرجهای شما از راه حرام باز می ایستد. وقتی که اگر شهوت شما طغیان کرد، حتی آنچنان علنگه‌ای دارد که تو دیگر طاقت نداشته باشی، حبیب خدا گفتن روزه بگیر، روزه شهوت تو را می شکند. دادر عزیز، هر راهی که باشد، با طریقی خواه زن گرفتن باشد، خواه به طریق روزه گرفتن باشد، استفاده برینو در این راه قدم نزنید.
زیرا به خدا قسم اگر زن داشته باشید بدبختی به خاندانتون می آید. دیگر شما با این زنهای حلال این داشتگیتان حلاوت برده نمیتونین، زندگی خوب کرده نمیتونین. دیگر من شما فقط به سوی حرام میشه. اگر بی زنم باشید آینده زنم که گیرین شما از این راه حرام بر نمیگردید. بسیار کوشش کنید دادر عزیز که در این راه هیچ وقت داده نشوین و از این راه پلید باز گردین. خدا خواهد من جمعه های آینده اطراف این موضوع باز برای شما از آیات های قرآن که خداوند در چندین جای قرآن تأکیدها نسبت اینها کردند من به گوش شما البته می رسانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی ازمن له الجنه. اگر هر کسی ضامن شود در پیش من که از زبان من کسی آزار نمی یابد، زبان من از جمله زبانهای خاردار نیست، زبان من از جمله زبان فحش و دشنام کننده نیست، اگر هم تا ضامن در پیش من شود و ضامن شود که ای حبیب خدا تا وقت این دنیا را پدرود میگویم قدم من به سوی زنا هیچ وقت گذاشته نمی شود از من له الجنه. من برای این خیل جوان مرد حبیب خدا گو ضامن هستم که وی وارد جنت کنم. در پیشگاه پروردگارم دعا میکنم، خواهش میکنم و این جوانی که زبانش و فرج خدا از راه حرام زبانش از درشتی نگه داشت منم ضامن که وی جنت برم. این سرشوی های زنا از همین دستی به دست کردن است. لا یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا گفت اگر در سر شما یک آهن کلان را آورده چکن هم تا زده گویم از زیر گلوهاتون که براید، این برای شما آسانتر است که دستان در دست یک زن بیگانه گذارید. این برای شما بهتر است زیرا که پیغمبر خدا میدانستند که این مقدمات زنا آهسته آهسته این بچه را به او راه بد میبرند. خدا همه شما را در حفظ و امانش نگه داره بود. خدای مهربان شما را از جمله آن بندگان گرداند که بندگان اساسی رحمان باشین و بندگان خدا ترس باشین و از جمله بندگان باشین که در ذهن شما تماما حلاوت و شیرینی زنا هیچ وقت جای نداشته باشه.